الله سبحانه و تعالی پر دغه بام باندې د نیوي 95 کسانو ژوند ورته ژغوري. یک مادر است و 4 دانه طفل. انا لله و انا الیه راجعون. پدرم از اینجا سیل برده، پدرم زخمی است قندوز برده. Sel ki geldi, bu Ustad Osman başka afradlarını cihad etti ki kenger bine ki sel geldi mutazarir bu mayga ama cihad şu ki takriben 80-90 nefer şu ki Allah nicat verdi. Sebebi şul buladı. دوستانو هر یو دغه رقم خپل په کور ته په فکر او په چور سړی اته پوښتنه هم نشي ځینې کولی چې څومره درد لري. سلام علیکم. مننه باشید. خوب است؟ سلام خوب؟ بخیر هستی؟ از همین کاری هستی؟ کدام خانه‌ت کدام؟ همینجا بود؟ همین خانه. وزم تسلیت باش. دوستانو سړی ګرځي کې پښتنه ګرځي کې نسی کولای. سلام علیکم. خوب هستین؟ ساعتون خوب؟ سلامت باشین. بخیر بخیر. سلامت باش بخیر باش. خانه‌ت کدام بود؟ این خانه پدرم است. این خانه پدرت بود؟ خانه پدرم است. پدرم این خانه‌ش. این صفحه‌ش است و خانه‌ش است. اینجا خانه‌ش؟ این می خانه‌ش است. این پایدار خانه‌ش است. پدرم از اینجا سیل برده. پدرم زخمی است قندوز برده. خانه خودم رویش است که من از پدر جدا هستم. او خانه خودم است. پدرم از اینجا 2 تا کشته دادیم، یک زخمی دادیم. دیگه خانه خودم اونجا است. ما 80-90 نفره در اون خانه پیش اون اولیم ما. شما خدا نجات داد. خدا نجات داد. یعنی از خودت و یم از پدرت. بازم تسلیت باش. سلامت باش. خداوند با پدر جان شفای عاجل و عمر دراز نصیب کنه. با مان خدا. سلام علیکم. بخیر هستی؟ خانه شما هم اینجا بود؟ 3 خانه بود؟ دوستانو 3 کوره په دغه ځای کې 3 کوره. تاسو ټول 3 کوره او د دې کور د فقط دا یو دغه چې ده یو دانه پارچه دا د معلومیږي. نور نو هیڅ شی تاسو ته ورته نور نو هیچ نه معلومیش. کس خو شهید نشده؟ از ما فامیلا داشت شهید نشده کوی مدوری کردن ما شهید داریم. لیلا و لیلا بازم تسلیت برات میگم. بخیر باشید. بخیر باشید. سلامت. با من خدا. Sayı yaz. این خانه شماست مادر جان؟ خانه اینجا این میهمانخانه بود. تسلیت میگم برات مادر جان. یعنی با من خدا مادر عزیز. سلام علیکم. خوب است؟ ساعتان خوب؟ بخیر هستی؟ سلامت باش. مادر خودت شهید شده؟ انا لله و انا الیه راجعون. همین خانه تان بود؟ این خانه من بطر مادر من روغان و برنج و آرد من کلش کلگی خانه را برد؟ برد. بازم تسلیت باش. با من خدا. دوستانو سیل اوبه چې د اخوا څخه راځي د غرو څخه راځي پر دا کلي باندې د دغه کلي خلک ټوله راځغلي. بیا دا یو نه کې لوړه منطقه ده، تقریبا 80 نفره یا 15 نفره ماشومان دي، ښځې دي، سپین زري دي، سپین سري دي، ټوله و دغه بام ته خېږي. الله سبحانه وتعالی پر دغه بام باندې د 95 کسانو ژوند ورته ژغوري و دغه ځای. خودی خو شاید سانه بودی وقتی که از اونجا آمد اما مردم کلگی اینجا آمد چه رقم بود؟ سیل کی از اونجا آمد سیلاب صاحب مردم خبر شده که سیلاب آمده رئیس باز کلگی جمع شدن خدا کشیدن و دیگه دور رفتن ندانستن. این موقعیت که شما میبینین 90 نفر احتمال زیاد است اینجا جمع شدن خدا نجات دادن سبب شدن دیگه جای است و مسجد جامع است و 25 خانه 30 خانه تا میجره بردن تا که میبینین تا شهرینه و دیگه کلگی را یکدم بردن دیگه. سیل ki geldi bu Ustad Osman başka afradlarını cihad etti ki kenger bine ki sel geldi mutazarir bu mayga ama cihad şu ki takriben 80-90 nefer şu ki Allah nicat verdi. Sebebi şul buladı başka merdum ki kelal maydı yaşal maydı ama sen cay maymun alıp getirdi.
مناش بالا خانه قلعه ان شاء الله دوغنی خانه جد برس. امی که فهمیدم که استاد دوست محمد صداقت امی و استاد دوست محمد صداقت بله. که سیل آمد و کل که یعنی مردم جام دوی و اینجا دمی مسجد جامعه مالکیت میکنه. الله متعال از اینجا نجات داده. بازم تسلیت باشه. زنده باش سیل. یک کل که دمی خانه شهید شد. آموز یک جو شهید شده. چند نفر است؟ یک مادر است و 4 دانه طفل. انا لله و انا الیه راجعون. این مادر است. تسلیت بخشنوی. در یک خانه 5 نفر. بله یک خانه 5 نفر. این ده. مادر است. یک طفلش است تا پیدا کردیم. اه. یک طفلش است 3 تا یک جو پیدا کردیم. باز اینجا جمع‌آوری کلش یک جا عکس گرفتیم. اینجا جمع‌آوری کلش یک. تنها خودت ماندی از اون خانه و برادرت مانده. برادرم. انا لله و انا الیه راجعون. بازم تسلیت باش. تسلیت باش برادر عزیز. با من خدا. با من خدا.